هم قالبای پرش، هم پیویسیه، این هم ABS پره، اون هم ABS خالیه. پرش هم در حال حرکته. تستش هم گرفتیم، این هم ویدیو. البته خب مال ما ماسه است، فقط غرض اینه که سنگین بشه و ببینیم حرکت میکنه یا نه. که داره قشنگ حرکت میکنه. حالا هر چقدر این میز سنگین تر شه، قالبا هم پشت سر هم باشه، هم دیگر رو فشار بدن، بهتر حرکت میکنن.